مشروعیت رو بر رامونوف اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک بعد امضای شرطنامه صلح داد. مشروعیت واقعی رو بر رامونوف همین سازشنامه صلح داد. برای همین امروز رامونوف نه 319 را قید میکنه، نه خب کنستیتوسیون چهارم را قید میکنه، نه استقلالیتش رو پروا دارد. یگانه ایده که رامونوف دارد اید وحدت است که در این اید او واقعا به قدرت رسید، یعنی قدرت واقعی رو مخالفان دادن در همین روز وی به دست آورد. یعنی با این امضای سازشنامه جامعه تاجیکستان کلا اعتراف کرد مشروعیت رامونوف رو. تقریبا همین اگر بگویم که بار اول و بار آخر رامونوف سال 1999 واقعا همون 90 چند فایز آواز انتخاب کنندگان تاجیک رو کسب کرد، اشتباه نمی شود و این شد در همین روز رامونوف مشروعیت رو کسب کرد.